اتاق پر دختر من انتخاب میکردی؟ یه اتاق پر از دختر؟ آره. مثلا برای چی تو همچین اتاقیه؟ من چی میدونم؟ چرا تو همچین اتاقی هستی؟ واسه چی رفتی تو؟ خود شما گفتی من تو این اتاق. من تو رو مجبور نکردم بری تو اتاقی، فقط سوال پرسیدم. خودت گفتی تو همچین اتاقی بودم، کیو انتخاب می‌کردم؟ اصلا تو از کجا میدونی که توی اتاقی؟ بابا برای چی اصلا شاید از این چیز شیشه یا بود خودت تو گفتی توی اتاقم. کردی انتخاب می‌کردی، ولی الان یهو میبینم نه توی اتاقی. چون خودت گفتی. خودت کردی تو اتاق، من تو بهش فکر نکردم. بله تو رو انتخاب می‌کردم. جواب درست همینه. نه دیگه این واسه قبل اینه که بگی اصلا برای چی همچین اتاقی چیکار می‌کنم. الان دیگه فایده نداره. خب اصلا برای چی؟ من اصلا با فکر نکردم. الان که دارم فکر میکنم میبینم ناراحتم. چون تو برای چی تو اون اتاقی؟ خودت به من گفتی. میدونی اگه من بودم یه اتاق پر پسر بود من نمیرفتم تو. خب بعد تو یه بار رفتی تو اتاق پر دختر. خدا رحمتت کنه عزیزم.